سب گویز چطوری بچه‌ها؟ ابوالفضل ایکس مستر هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی چالش ترسناک آسانسور. یه سری چالش‌های خیلی معروف وجود داره مثل احضار روح، چالش آسانسور، چالش چارلی، چالش مریم خونین، چه میدونم اینجور چالش‌های ترسناک وجود داره که خیلی‌ها اعتقاد دارن که این چالش‌ها واقعیه. شاید احضار روح واقعی باشه، خیلی هم امتحانش کرده باشن، اما یه چیزی رو افراد زیادی امتحان نکردن، اونم چالش آسانسوره. بذارین اول براتون توضیحش بدم بعد بریم انجامش بدیم. چالش آسانسور اینجوریه که باید حتما اونو داخل برجی انجام بدین که حداقل 10 تا طبقه داشته باشه. بیشتر موردی نداره، اما کمتر مثلا 9 طبقه باشه، 8 طبقه باشه، اینا کار نمیکنه. و باید حتما از طبقه همکف شروع کنین این چالش رو و از طبقه همکف وارد آسانسور بشین. وقتی که وارد آسانسور میشین باید حواستون باشه که در حین انجام این چالش کس دیگه‌ای وارد آسانسور شما نباشه که باید کل چالش رو دوباره از اول انجام بدین تا کار کنه. حالا وقتی که شما توی طبقه همکف وارد آسانسور میشین باید چند تا طبقه رو به ترتیب وارد کنین و برین به اون طبقات. نباید طبقه ها رو همزمان وارد کنین چون که چالش خراب میشه. اول میرین طبقه 4، بعدش میرین طبقه 2، بعدش میرین طبقه 6 و بعدش دوباره میرین طبقه 2 و بعد از اون میرین طبقه 10. طبقه 10 که رفتین بعدش میرین طبقه 5. اینجاست که یه اتفاق عجیب و غریب ممکنه بیفته. بستگی به شانس شما داره. اگه شانستون بد باشه توی طبقه 5 یه زن عجیب و غریب که انسانم نیست و یه هیولاست وارد آسانسور میشه. به نظر میاد که یه موجود ماورالطبیعی است و شما اصلا نباید بهش نگاه کنین یا باهاش صحبت کنین. هر چیزی هم که ازتون میپرسه رو نباید بهش جواب بدین. در غیر این صورت ممکنه که شما رو بکشه. این توی حالت اول بود. توی حالت دوم اگه شانس بیارین هیچ کس وارد آسانسور شما نمیشه و اگر کسی وارد آسانسور شما نشد باید طبقه 1 رو کلید کنین و برین طبقه 1. حالا اینجا هم باید باز شانس بیارین. اگه خوش شانس باشین میرین طبقه 1 پیاده میشین، همه چی تموم میشه میره، از آسانسور میاین بیرون. ولی اگه بد شانس باشین وقتی طبقه 1 رو کلیک میکنین به جای طبقه 1 میبرتتون طبقه 10 و اونجا وقتی که در آسانسور باز میشه بازم باید ببینین که خوش شانس هستین یا نه. اگه خوش شانس باشین اطرافتون رو نگاه میکنین همه چی عادیه و میتونین از پله ها یا با همون آسانسور ادامه راهو برگردین به همون طبقه خودتون. ولی اگه بد شانس باشین وارد دنیاهای موازی میشین. همون دنیاهایی که دقیقاً عین دنیای ما هن ولی شخصیت و همه چیزش با این دنیا فرق میکنه و افراد همه متفاوت هستن. یعنی مثلا من توی این دنیا یه آپاراتورم، یه یوتیوبرم، یه اینستاگرامرم، ولی اونجا یه مهندسم، یه دکترم. میدونی چی میگم؟ اینا میشن دنیاهای موازی و اگر بری توی دنیاهای موازی دیگه راه برگشتی نیست و به فنا. من قراره امروز جون خودم رو به خطر بندازم و این چالش رو انجامش بدم. حالا که دارم این ریسکو میکنم حتما کانالمو دنبال کنین و این ویدیو رو لایک کنین. احضار رو که قرار شده با ملینا بلک داخل خانه ارواح تهران انجام بدیم. اینم از چالش آسانسور. بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب بچه ما آماده ایم. الان میخوایم بریم طبقه همکف چون باید چالش رو از اونجا شروع کنیم دیگه. 2 نفری میخوایم بریم که اگه یه وقت اتفاقی افتاد 2 تامون به فنا بریم. 2 تایی میشه؟ آره. خب آسانسور باز شد، هنوز چالش رو شروع نمی کنیم بچه‌ها. هنوز باید بریم طبقه همکف از اونجا شروع. آره طبقه همکف. رسیدیم به طبقه همکف، از اونجا چالش رو شروع می‌کنیم. گفته بود برای چالش حداقل 10 طبقه نیازه. این برج 20 طبقه است بچه‌ها. اوکی آقا اومدیم همکف، وقت شروع چالشه. برو بریم داخل. بچه‌ها طبقات رو باید به ترتیب بزنیم. اول طبقه 4. آره علی فرض کن 1% واقعی باشه به فنا میریم. الان طبقه 4. اول میریم 4 که باز شد میریم 2. صبر کن. این 4مه. الان باید بریم طبقه 2. اوکی. حالا بریم 4 میریم 2 بعدش میریم 6. گرفتی؟ اینجا خیلی استرس دارم. الان میریم 2. آره استرس دارم. میدونید اگه یه نفر وارد آسانسور بشه کل چالش خراب میشه، دوباره به از اول بریم. خب این طبقه 2. الان بیارن اینجا 4 رو رفتیم، 2 رو رفتیم، الان باید بریم 6 کو و بریم 6. خیلی خب بسته شد. 4 رو رفتیم، بعدش رفتیم 2، الان میریم 6، بعد دوباره باید بریم 2 و بعد از 2 باید بریم 10. اینجا نشون میده طبقه داره جابجا میشه. الان داریم میریم 6. اگر طرف وارد آسانسور شه ما چیکار؟ اصلا نباید باش حرف بزنیم. وای طبقه 6 وای. الان باید بریم 4 2 6 دوباره باید بریم 2.
دوباره بعد بریم. بستش من خیلی استرسم. وای بستش. یا امام زمان آجی. دیدی؟ بسته نشد کامل. امام 4 2 6 دوباره داریم میریم 2 بعد از 2 میریم 10. وقتی اومد چیکار کنیم؟ ویدیو رو قطع کنیم؟ وقتی اومد دیگه نباید صحبت کنیم مثلا باش، نباید نگاهشم بکنیم فهمیدی؟ بعدش خودش یه طبقه پیاده میشه میره فهمیدی؟ الان دوباره شدیم دوم، الان دوباره شد دوم، حالا میریم دهم. ببین توی دهم هم هیچ کس نیست، ولی وقتی برسیم به طبقه پنجم اون موقع 2 تا شانس داریم. اگه بد شانس باشیم دختره میاد تو، اگه خوش شانس باشیم نمیاد تو. گرفتی چه میگم؟ امام زمان چجوری؟ الان داریم میریم طبقه دهم. وای 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 این چالش ترسناک داریم جون برو به خطر میندازیم. بچه لایک ویدیو حاجی اگه دور اگه بهش ازش میگیرشی فیلم نباید بگیریم، اصلا نشونش نمیدیم، پاهاشو نشون میدیم، دست و پاشو نشون میدیم، ولی صورتشو نشون میدیم. خیلی خوب الان رسید به طبقه دهم. بگویی امام زمان رو ترسیم اینجا وای خیلی خوب طبقه دهمه، حالا باید بریم طبقه پنجم و اینجاست که دختره وارد میشه یا نمیشه. وای 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 الان طبقه پنجم زدیم. علی بگیر اومد تو نگاش نمی‌کنیم فهمیدی؟ اومد تو نگاش نمی‌کنیم. طبقه پنجم رو زدیم. حاجی من عجلانه هم جدی در قلبم وای میسته. طبقه پنجم که اومد یه زن عجیب و غریب که انسانم نیست میاد تو. خب وای وایساد یا خدا وای الان میاد تو یا نه؟ وای نیومد تو. الان میدونی الان اینجا باید چیکار کنیم، چه اتفاقی میفته؟ طبقه پنجم رسیدیم، اگه کسی نیومد باید بریم طبقه 1. میزنیم روی طبقه 1 ولی صدای قدم زدن میومد. خیلی خوب صدای قدم زدن میومد دیدی؟ ترسیده. طبقه 1 رو میزنیم، اگه خوش شانس باشیم میره طبقه 1 پیاده میشیم، ولی اگه بد شانس باشیم میبرتمون طبقه 10 به جای طبقه 1 و اگه ببرتمون طبقه نبردم، اگه ببرتمون طبقه 10 وارد دنیای موازی میشیم، ولی نبرد طبقه 10 بردمون طبقه 1. خیلی خوب اوکی طبقه 1 چالش تموم شد، موفق شد. از اینکه سالم موندیم چه حسی داری؟ خیلی خوشحالی که سالم موندیم. دیدین گفتم بچه‌ها اینا چرت و پرته، اینا شعر و بره. اون انذار ممکنه واقعی باشه ولی چالش آسانسور چیه خدایی؟ چالش ترسناک بعدی که دوست دارین انجامش بدم تو کامنت ها برام بنویسید. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین هیچ اتفاقی برامون نیفتاد. واقعا نمیدونم چرا همچین چالش‌های تخیلی درست میکنن. دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی. فعلا بای بای.